اگه آموزش این مدل فعل میخواد در ادامه ویدیو همراه من باش. اول حد بالا میام با شماره 4.5 میل مشخص میکنم. طبق همون حد بالایی که زدم صفر میام همون جوری میندازم. حالا شماره 3 رو ور میدارم، نرسیده به 4.5 هم از سر خارج میشم. 1.5 ور میدارم، گارد کامل باز 2.5 نرسیده به 3 از سر خارج میشم. زدم. حالا میام گارد کامل میبندم، 1.5 میکنم روی خط صفر همون هست میشه. گارد کامل باز با شماره 1 با تکنیک انگوش حالت سی موشن از سر خارج میشم. حالا میام گارد رو نصف باز میکنم، نیمش میکنم، جاهایی رو که میبینم هنوز خط صفرم باقی مونده با گوشه ماشینم میام محوش میکنم. در آخر میام با قیچی پیتاژم میام حد بالامو کامل محوش میکنم.